آیا اختیار دادن به اختیار تو در اختیار او نیست؟ پس چرا خودت نمیای آگاهانه با تمام وجود ادامه زندگی تو به اون بسپاری و بگی هر لحظه اختیار تو چیه که من اختیارم به اختیار تو میدم. خدا وقتی میگه که افوض امری الی الله، میگه تمام امور تو به من بسپر، خدا نمیاد که سر کارت بذاره. ولی تو چقدر حقیقتا تمام امور تو میسپری؟ چقدر حقیقتا هر لحظه وجودن، شعورن، لفظن، همه جوره با تمام وجودت ارتعاش وجودیت این هست که من خودم رو کامل به تو میسپرم؟ کی حقیقتا اینجوری هستی؟ و دستم رو به تو میدم. خیلی کم و درد میکشی. از اینجا به بعد بگو دستم تو دستتون. بگو هر جا اشتباه میکنم جلومو بگیر. هر جوری که میتونی